سلام بچه‌ها، چطورید؟ من پارسا هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها امروز قراره یک سوپرمارکت بزنیم با کلی پول قرض کردن و وام و رهن و اجاره و اینا. با بزور و بدبختی تونستیم یه سوپرمارکت بزنیم و قراره جنسامون رو فرو کنیم به مردم و میلیاردر شیم. اگه نظری درباره این بازی دارید کامنت کنید. پس بدون مقدمه بریم سراغ ویدیو. خب آقا اومدیم داخل مغازه. اول از همه باید خرید کنیم چون چی نداریم اینجا. خب اول از همه $50 داریم. چند تا اینا میخواییم؟ خب 23. خب عالی. همینا رو بخریم و خب آره خب اومد همین اومد اینجا بچیم. میخوام میلیاردشم با همین سوپرمارکتی. این قرمزه کجا بچینیم اینو؟ من بغلش بچینیم. نه بغلش هم نمیارزه. پایین میچینم چون 3 تا بسته اینه. آبیا تمام شد. درسته قرمز یکی دیگه مونده. خب این هم اینجا میشینیم. خوب شد دیگه. قیمتش 0. قیمت گذاری چجوری میشد کرد؟ حواس هم آشغالش هستن. خب قیمت گذاری تایتش $3.71. ما میکنیمش $1.50. یکم گرون تر. اینو میکنیم $2. نه کمتره. خب میکن همون نه $1.25. هم خوبه. هم آوازه رو باز کنیم. الان باز یا کروز الان اوپن زد باز. بیرون هوا بخوریم. مشتری میاد. بفرما خرید. اینا اینجا بهش تازه باز کم. ناموسم قسطم دارم. ناموسم بیا بخر. خانم شما چی خانم؟ برای بچت خوراکی نمیخری؟ خسیسم مردم اینجا. بیاید دیگه یکی بیاید. پشت دخل باشیم. کسی نمیاد آقا. بالاخره مشتم. سلام آقا خوش اومدید. بفرمایید. اون جت تازه رسید دستم. آره درسته. بردار بیشتر بردار. تخفیف خورده امروز. خب چقدر میشه؟ $4.20. خب 95. چرا $100 داده بهم داداش؟ خب $5 دیگه هم بذارم روش. 80. بابا دهنتون سرویس. درسته $1. خب $1 18 تا بهش پس بدیم. بله این چی؟ اینطوری که قیمت گذاری کردم میکنم مخمون سرویس میشه. اینا رو حساب کنم خالی میشه. قابلتون نره. بیافرم چی شد الان؟ خب بابا $1 رو من چه اشتباهی کردم. 50. بله خب چقدر میشه؟ ایسا
خب $3 و 4 و 20 درست باشه. آقا مغازه فعلا تعطیله تا قیمت گذاری درست شه بازش میکنیم. گوی خوردیم گفتیم قشنگ قیمت گذاری توی سود میکنیم. اینم میکنم $2. اینم میکنیم $2. اینم $2. فرقی نداره. ماکارونی نمیدونم. آقای فرا بازه یه این بره بازار. سلام آقا خوش اومد بفرمایید. من بهش میخورم پول داره باشه. خب بیش همین. خب چرا بابتون خدا حفظتون کنه. سری بدم بید اینجا. سلام خوش اومدید بانو. یکی یه دونه خانم برای شما رایگانه بفرمایید. تعارف میکنی؟ تعارف کردی چیکار کنی؟ خب مشتری نمیاد تو ضرری ما. بده بنزن سلام خانم من سینا رو حساب میکنم. شما بگو معتلی مجرد. قابلتون هم نداره. این مجردی که دوستان حساب کنم بهتون. نه کنم شما معتلی حال نکردم. $6. قابلتون. ای بابا چرا پولاتون اینقدر رون بالا میدید ناموسن. قابلتون نداره. وای بانو میشه براتون یک بزنم بفرمایید. نمیشه خانم به قرآن براتون سن رایگان میدم میرفتید. حیف که به جوجی تضمین شده که نمیتونم حساب کنم براتون. خونش کجاست بریم؟ چه خیابون خلوته. خانم کمک نمیخواید؟ من هستم و نوکرتم هستم. کمک نمیخواید؟ بیارم واسهتون. شمارتون نمیدی حالا؟ آقا بفرما این وره بازا بفرما. حداقل امروز ها چیز سود کنیم. کنیم یه دست بی زحمت. من چراغا رو روشن کنم براتون قشنگ ببینید. شما تو قلویید؟ چه جالب. خواهرتون بود رفتن حساب میکردم ستون. خب بفرمایید. 6 $44 تا هم به شما بدم. همتون گرم. میشه شما برداری بری؟ پول نمیگیرم والا از شما چون اصرار میکنید. 2 تومن هم برد میزنم و عشق کن. بچه بشی $2 دادم کم کردم این تخفیفش. چی؟ برو بوت سری برو. خب ساعت 8 چقدر سری میگذره. خب خوبه $1 سود کردیم با این همه جنس هم مونده. میگم کسی نمیاد فکر کنم. اگه این خانوم این داریم اینجا بفرمایید. خواهم جمع کنم آقا. بدو. سلام خوش اومدید. مانو سری برم با این خانم کار دارم. سلام همین قابلتون هم نداره. بفرمایید. خانم مرد
حالا مادر جان قابلتون نره 18 تا ما بیایید کنم دیگه باید ببندیم مغازه رو ما شب کاریم تازه با باید بایستیم تا مشتری بیاد اگه بیاد عنایت میبندم میریم اگه ببندیم بریم اینطوری نمیشه روز اول چو خوبه 57 خب بریم واسه روز دوم همه این همه جنس داریم جنس نمیخواد بخریم فعلا تا اینجا رو بازی کنم زمان باز نمیگذره دید آقا بیا اینجا جنس آوردم ناب شیرازه بیایید تا میگم من خرید بزنم خب این از این چیم سریع بکاریم مشتری یاره اینجا بچینم این بکنم خوب فروش داشته باشه او سلام آقا سلام ما تا شما جنس انتخاب کنیم و دادیم رفتیم جانم او قیمت گذاری نکردم اونا رو دقیقه بی زحمت وایسید من اینا رو برگردم باید گذاری کنم 99 سنت این هم میتونیم $2 آره با تولد کنیم اتقال موقعیم سرویس نشه اینم میکنیم $4 بابا بده بره مردم خرم نمیفهمن من نرفت رو فرقش کرد خب 12 2 سنت ببخشون 2 سنت رو دیگه خب چی برداشتی عوض آنم دو شرمنده قابلتون نره $2 خب آقا این میشه $4 براتون درسته فرمشو برو چند مشتری مرد شد خب آقا جانم اینا میخواستید بفرمایید این براتون میشه $10 بفرمایید برید بابا چه زن نمیاد اینجا مردیم آقا پول دستم بیاد خب اینجا رو قشنگ دکور بزنم اینجا رو قشنگ ترتمیز کنم اینجا شاگردم شه گرفت میشه 8 $. هم نداره برید اوکیه برای شما میشه $8 برای شما برای شما میشه خب او کثیف شد زمین بکنم دارم میشه شب تمیز کنم حالا بازا کسی نمیاد ما تمیز کنیم فیت چه این فکر کنم دست خالی جمع میشه آقا بیا ناموسه من وقتم دارم میزنم بیاید واسه یه بطری 300 روزه بالا سلام خوش اومدید آقا این جنس ها خیلی خوبه اینو بردار قیمتش بالاتره بچه داری؟ $6 قابلتون نداره روز خوبی داشته باشید سلام نوکرتم یارو بکنم رژیم این یارو رژیم قشنگ معلومه معلومه بدنسازه گندم زد کنم $8 قابلتون نداره انعام ما یادت نره فقط اشتباهی که چیدم خب
$4 به شما بدم. سکیوریتی شد. اوه چه کثیفه. سلام بانو، بالاخره بعد سالهای زن اومد داخل مغازه. نمیتونم موقعشو بزنم. خانم این برای شما حساب شده، اگه میخواید برید. باید برو، من کاری ندارم. اسپار من ببخشید اصرار میکنید یه شهروندم. $10 میتونید میشم دیدمش هول شده. برای شما همچنین رایگانه، میخواید برید، شما خیلی زیباتری. باید برو خانم. باش چقدر مایه دارم مردم. من چراغ روشن کنم آقا. کور شدیم. مرد نه بیاموسن دیگه. باید اینجا بزنم بانوان ورود آقایان ممنون. خب خوابتون نره. آخه ای برینم بهت. آخه برینم بهت. این چه کاریه؟ من به خاطر $2 خرید کردی و بیام 48 شام به تو بدم. $48. بیا سکه رو بذار جیبت خونه چی بیا برو مراقب خودت باش. خب اینم از این. خوابتون نره. $8. درست دمت با فرهنگ. سلام بانو. تمام کردیم شهرونده. آقا برید آقا. نه برید بیرون. برید بیرون. شما بمون. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. قربون چشاتون بشم که تا آخر ویدیو دیدید این بازیو. و اینکه اگه پارت بعدی هم میخواید حتما لایک، ساب و کامنت بذارید.